سلام بر بینندگان عزیز، هر کجای این کره خاکی که هستین، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. به نوبه خودم دوست دارم این نوروز باستانی رو خدمتتون تبریک بگم. نوروزی که موعد تجلی دوباره زیبایی زمین و تراوت دل هاست. امیدوارم که در این سال جدید حال دل همتون خوب باشه، دلهاتون سرشار از محبت باشه و دور از قضاوت باشین. در این قسمت از ویژه برنامه نوروزی چند قدم با افتخار اینو داشتم که همکار عزیزم فرزاد رو کنارم داشته باشم که دوست دارم باهاتون آشنا بشه. مرسی نرگس جان. سلام و وقت بخیر خدمت همه مهمونای عزیزمون، بیننده های درجه یکی که توی خونه، محل کار یا هر جای این کره خاکی ما رو تماشا میکنن. فرزاد هستم و همونطور که نرگس جان گفتش مهمان ویژه برنامه نوروزی چند قدم با هستم. باعث افتخاری که در خدمتتون هستم و از همه مهمتر سال نو رو تبریک میگم خدمتتون. امیدوارم که برای هممون یکی از بهترین سالها رقم بخوره، سالی پر از موفقیت، خوبی، خوشی، سربلندی و از همه مهمتر پر از سلامتی. امشب قرار اینجا اتفاقای خیلی خیلی خوبی بیفته و از نرگس جان خواهش میکنم که توضیح بده که چقدر قرار امشب اینجا بهمون خوش بگذره و در کنار هم یکی دو ساعت خوب رو بگذرونیم. نرگس جان. در این قسمت از ویژه برنامه نوروزی چند قدم با افتخار اینو داریم که میزبان بچه‌هایی باشیم که فوق‌العاده پر استعداد هستن و چیزی که برای خود من این برنامه رو خیلی جذاب میکنه اینه که خب ما هر ساله وقتی تلویزیون رو روشن میکنیم از بچگی تا به امروز چهره‌های آشنا می‌بینیم، چهره‌هایی که خیلی باهاشون خاطره داشتیم یا شناخته شده هستن. خب میتونم بگم که واقعا ما افتخار اینو داشتیم که با جوان‌های پر استعدادی آشنا بشیم و ازشون استفاده بکنیم که واقعا هر کدوم حرفی برای گفتن دارن. و ازتون خواهش میکنم با چشمان مهربونتون این برنامه رو، این رئالیتی شو رو تا پایان تماشا کنین. دور هم قرار کلی کیف کنیم، بزنیم، برقصیم و حتی لحظاتی شاید غمگین هم بشیم. اما واقعا این بچه ها هر کدومشون به نظر من توانمندترینن توی حرفه خودشون. دوست دارم که باهاشون آشنا بشین. متشکرم. من شنیدم که یعنی میدونم که قراره که یک مهمون ویژه هم داشته باشیم توی این برنامه که من دوست دارم خودتون معرفی کنین که مهمون عزیزمون چه کسی هستن. با کمال میل و افتخار نرگس جان. شاید خیلی از بیننده‌های عزیزمون تا الان حد زده باشن یه جورایی که مهمون کی میتونه باشه، ولی خب قطعا برای بنده خودم باعث افتخاره که امکان این معرفی رو دارم. مهمون عزیزی که ویژه و درجه یک هستش که امشب به قولی در خدمتشون هستیم. کسی هستن که استاد، موزیسین، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده و فکر میکنم حد زدن رو براتون آسان‌تر کردم. کسی که هر جایی که بخوام باشن قطعاً مو به تن تمام آلات موسیقی سیخ میشه. قطعاً کسی هستن که اسمشون هر جا که یدک‌کش باشه مطمئناً تمام تارهای آرشه به افتخارشون میلرزه و مهمون ویژه برنامه‌مون کسی نیستش. نه گیرنده هاتون رو دست نزنید، باشید، برنامه داغه. مهمون ویژه برنامه‌مون کسی نیستش جز استاد بیژن مرتضوی. خیلی خوشحالم در خدمتتونم بچه‌های عزیز. فرزاد جان، دوستان عزیزم، اجازه بخوام سلام بکنم خدمت هموطنان نازنینم، همزبانان خوب ما هر جایی که هستند. نوروز دیگه، نوروز باستانی است و یک آیین مقدس برای همه ما پارسی زبان ها عذر میخوام. مرسومه که با آمدن
نوروز زمین هم نو میشه، طبیعت نو میشه، دلها نو میشن، افکار نو میشه، دیدگاه ها نو میشه. و من آرزو میکنم، واقعا از صمیم قلبم آرزو میکنم که سلامتی در کنار همه شما عزیزان من باشه، تمام شما عزیزانی که نظاره‌گر ما هستید، چه میبینید ما رو چه اونایی که ما رو نمیبینن. سالم باشن و موفق، پر از برکت باشن و انشالله آرزو میکنم امسال یه خود بیشتر با هم دیگه حال بکنیم. عمرها داره میگذره، بعد جور داره سرعتش زیاد میشه. صفا کنیم با هم دیگه. خیلی خیلی این دنیا قشنگتر از این حرف هاست که کدرش کرد. خیلی خیلی به هر حال خوشحالم که بچهای آشنا و دوستای عزیز و استعدادهای بی‌نظیر رو میبینم اینجا. خب فرزاد جون، اگه موافق باشی من دوست دارم که از سمت چپ شروع کنیم، از آریان عزیزمون که خودش رو معرفی کنه و اینکه هر صحبتی که داره و همچنین سال نو هم تبریک بگه و در خدمتت هستیم عزیزم. مرسی از شما نرگس جان. سلام، آریان هستم. امیدوارم سال خیلی خوبی باشه واسهتون. خیلی خوشحالم در کنار دوستان اینجا هستم و امیدوارم یه شب خیلی خوبی داشته باشیم. قربونت. آریان جون، میشه که توضیحی بدی راجع به اینکه تخصص چیه؟ چون بچه‌ها اولین باره که دارن چهره تو رو میبینن، تو خواننده‌ای، ساز میزنی، داستان چیه خلاصه؟ من 24 سالمه، در واقع تو آلمان بزرگ شدم. گفتم فارسی من زیاد قوی نیستش ولی امیدوارم دیگه بتونم خودم رو یه جوری برسونم بهتون. من پیانو میزنم، گیتار میزنم، بس بچگی دیگه تو موزیک ایرانی بزرگ شدم و خوشحالم که اینجا هستم. مرسی از شما. مرسی عزیزم. خیلی هم البته باید بدونیم اینو که آریان خیلی هم تو کارش حرفه‌ایه و من خودم یکی از فناش هستم. خوشحالیم که عزیزم اینجا حضور داری. مرسی از شما. قربونت برم. یاسر جان. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز. یاسر هستم، 43 سالمه، کارم خوندنه. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم و سال نو رو به شما و همه بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. مرسی یاسر جون، ممنون که اینجا حضور داشتی. یاسر یکی از پسرای خوش صدا و پر استعداده که واقعا حالا حتما برنامه که بره جلوتر کارشو خواهیم دید که من خودم واقعا خیلی لذت میبرم و ما هم خیلی خوشحالیم که اینجا تشریف داری عزیز. زنده باشید. باعث افتخار منه که امشب در خدمت شما هستم و همچنین استاد عزیز جناب آقای بیژن مرتضوی. امیدوارم که بتونم امشب برنامه خوبی اجرا کنم. در خدمتتون هستم. مرسی عزیز. من سلام عرض میکنم خدمت همه بیننده‌های عزیز، شما عزیزان اینجا، استاد. خیلی خوشحالم که اینجا هستم در کنار عزیزان هنرمندا. مهسا هستم، 26 سالم هست، دندان پزشک هستم و عاشق موسیقی، خوانندگی و سال جدید رو به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم. امیدوارم سالی پر از همه مهمتر سلامتی و آرامش باشه براشون. مرسی مهسا جون. مهسا که فکر میکنم که خیلی باش آشنا باشن، تو برنامه The Voice شرکت کرد. بسیار دختر توانمندیه. حالا غیر از این که ایشون خانم دکتر هم تشریف دارن، در هنر هم واقعا فوق‌العاده پر استعداد هستن و صدای خیلی جذابی دارن. من دوست دارم که چون که از شاگردان استادم بودن، استادم یه بخشی راجع به مهسا جون صحبت بکنن. حتما نه تنها راجع به مهسا دوست دارم، راجع به بچه‌ها کلا یه صحبتی داشته باشم. حالا صحبت مهسا شد. مهسا یکی از هنرجویایی بود که در شرکت کننده هایی بود در واقع در برنامه The Voice که خوش درخشید، خیلی خوش درخشید. امتحاناشو میذاشت، پا میشد میومد. اون موقع داشت درس میخوند هنوز. میومد و بسیار آهنگای زیبایی اجرا کرد و من از همونجا از صدا، از رنگ صداش خیلی خیلی خوشم اومد. به اضافه چند تا بچهای دیگه که حالا بهشون میرسیم. آریانو گفتی، آریانو شاید یکی از جوانترین بچه‌هایی باشه که در گروه ما هستش. پیانو میزنه، از بچگی شروع کرده کار کردن، خیلی زحمت کشیده، بچه با ذوقیه. مطمئنا آینده خیلی خوشی براش خواهم دید. یاسر خیلی صدای خوبی داره، رنگش عالیه، بچه شیرینی هم هست، نگاه بکنید. مهسا رو که گفتم، فرزاد خان همینطور. عزیز دلی استاد. میخونی مگه تو؟ فعلا نه. بس ردت کنم بعد برم. با اجازهتون من شهرام عزیزم رو میخوام معرفی بکنم. شهرام
خودتو معرفی کن تا من دست بگیرم. با درود و فراوان خدمت شما همراهان عزیزم، امیدوارم خوب باشید. سال نو رو به همتون تبریک میگم. امیدوارم سالی پر از شادی، موفقیت، همراه سلامتی کنار خانواده‌تون داشته باشید. بله دستشون در کار. شهرام رو به این دلیل عرض کردم خدمتتون که اجازه بدید من یه مقدار راجعش صحبت بکنم. شهرام حدوداً 24-5 ساله که در هر گوشه جهان من سفر میکنم، با من میاد. من این افتخار رو دارم که با ایشون همکاری میکنم، تو گروه پرکاشن میزنن، سرپرست ارکستر ما هستن و یکی از انسان‌های بسیار 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 نازنینه. من خیلی دوستش دارم، دیگه شده عضوی از خانواده من و وقتی من شهرام رو در کنارم دارم در سفرها واقعا خیالم راحته، هم از لحاظ ارکستر و هم از لحاظی که بچه‌های دیگه، بچه‌های ارکستر راحتن، خیالم راحته و ازش ممنونم که این امشب رو هم ما رو تنها نذاشت و تشریف آورد. آقایان خانم‌ها به افتخارش دست خوشگل بزنید. من هم یه سلام گرم میکنم خدمت شما استاد بزرگوار و دوستان عزیز و بینندگان عزیز. میلاد هستم و خیلی خوشحالم که امشب در کنار شما هستم و بینندگان است. استفاده میکنم فرزاد جان، اگه شما سوالی ندارین از آقای میلاد جان فرزاد جان شما بفرمایید. میلاد جان، اول از همه که باعث افتخاری که در خدمتت هستیم و مرسی از حضورت. دوست داری یه خورده از هنرت بیشتر برای ما، برای بیننده هامون بگی؟ از کجا شروع کردی؟ یه توضیح بدی؟ زنده باشید فرزاد جان. من در اصل حرفه اصلیم الان آهنگسازی و خوانندگی و نوازندگی هست و از سن 10 سالگی شروع کردم. توی دانشگاه سوریه تهران فارغ التحصیل شدم در رشته آهنگسازی. به 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 به، باعث افتخاره. مرسی ازت. قبل از اینکه بخوام به پراو جان عزیز برسیم، من ترجیح میدم که از این ور یک برگشتی رو داشته باشیم از آریان جان عزیز که اینقدر قشنگ فارسی صحبت کرد و گفت فارسیم شاید خوب نباشه، خیلی هم عالیه، ما که همگی لذت بردیم. یاسر جان عزیز که من اول از همه باید در رابطه با داروهای جوانسازی ازش رو بپرسم که اصلا سن رو که گفت من این پایین زدم به تخته. و مهسا جان عزیز هم که خب قطعا فکر میکنم که هممون توی خاطرمون باشه، به این جهت که از اولین کسایی بودن که استاد اون عادت درجه 1 دوایس رو انجام دادن، روی بورد زدن و گفتن میخوام که تو تیم من باشی. فکر میکنم مهسا رو از اونجا بچه‌ها بشناسن. مرسی میلاد جان. آقا شهرام عزیز که اصلا نیاز به معرفی نداره، فکر میکنم برای همه بیننده هامون آشنا باشن. در خدمت پراو جان عزیز هستیم که بشنویم. قبل از اینکه پراو جان معرفی کنم، چون میلاد هم جزو بچه‌های دوایس بوده که بچه‌های من بود که درسته. اونجا انتخاب شد و واقعا خوش درخشید. عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید. عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت تک تک عزیزانی که دارن ما رو تماشا میکنن. سال نو رو تبریک میگم. امیدوارم که پر از تندرستی و موفقیت و سلامتی باشه برای تک تک هموطنان عزیزم. پراو هستم، 41 سالمه و به خوانندگی مشغولم. صدایی هم داره ماشاءالله. خواهش می‌کنم. آفرین. آفرین. خب آریان جون، میخوام ازت خواهش کنم که پشت پیانوت بشینی تا بتونیم این رئالیتی شو جذابمون هر چه زودتر استارتش رو بزنیم و بچه‌ها شروع کنن. به افتخار آریان. خب وقت این رسیده که بعد از آریان جان از شهرام جان عزیزم خواهش بکنم که به عنوان نوازنده پرکاشن و کاخون پشت سازشون باشن که بتونیم از صدای بچه‌ها استفاده کنیم. خب یاسر عزیز، اول از همه که دوباره میخوام بهت خوش آمدگویی کنم و اینکه یاسر جون چند ساله که فعالیت میکنی؟ من حدوداً به صورت حرفه‌ای 15 ساله تو کار خوانندگی هستم و دارم این کار رو ادامه میدم. امیدوارم که بعد از اینم بتونم به مراحل بهتری برسم. حتما همینطوره. خب از اونجایی که تایم برنامه خیلی به ما اجازه نمیده که بخوایم حالا وارد دیتیل بشیم، خیلی سوال‌ها ازت دارم اما میتونم موکول کنم به برنامه‌های بعدی. بیشتر الان میخوام راجع به این بپرسم که چه قصه‌ای رو برامون آماده کردی و قراره چی رو برامون اجرا کنی؟ کاری که من آماده کردم از کار بسیار زیبای آقای زینعلی هستش به اسم دلبر ناب دلم
تقدیم بینندگان عزیز میکنم و همچنین شما عزیزان. مرسی. البته با کسب اجازه از استاد خواهش عزیز. میکنم عزیز دلم. قربونت. افتخار میدیم. زنده باشید. در خدمت. تو چقدر نابی بس که جذابی منو دیوونه میکنی، رو چه حسابی بازی میکنی با من اینجوری بی خودی، همینجوری بمون نزا تغییرت بدن این آدمای بد، تو چش نباش اصلا این حسود آدمو چش میزنن فقط، دلبر ناب دلم با چشای خوشگل مشکید یکم، یه نگاه ریز زیر چشمی به من بنداز که من دیوونشم، ای وای من واسه موندن پات من تو آتیش طرفدارم، ببین دست نمیشه از تو بردارم، همین زیبای من بیمارتم، ای وای من. یه منظومه تو چشماته که تا میشم بهش خیره، منو میگیره میره بالا توهم، هی نباشی تو توهمت آدم میمیره، نمیدونم چی داری که شبیه مهر مایی که چشم میگیره، باید زودتر میدیدمت، همین الانشم برای بودم دیره، دلبر ناب دلم با چشای خوشگل مشکید یکم، یه نگاه ریز زیر چشمی به من بنداز که من دیوونشم، ای وای من واسه موندن پا من تو آتیش طرفدارم، ببین دست میشه از تو بردارم، همین زیبای من بیمارتم، ای وای من دلبر ناب دلم با چشای خوشگل مشکید یکم، یه نگاه ریز زیر چشمی به من بنداز که من دیوونشم، ای وای من بیشتر دوست دارم که
یعنی فکر میکنم اینطوری درست باشه که با دلای شاد پر از امید، نه تنها در نوروز، همیشه پر از امید و سرشار از امید به فردای خودمون نگاه کنیم. و خصلت آدمیزاد اینه که همیشه دنبال بهونه است، همون حرف تو که میگه همیشه از شنبه شروع کنیم یا فلان و اینا. خب نوروز هم این بهانه بزرگ و دست ما میده که با دلهای شاد و پر از امید و دور از قضاوت به فردای نو پر از انرژی مثبت نگاه کنیم. من یکی از چیزایی که همیشه خودم به اطرافیانم میگم که انرژی مثبت داشته باشید نسبت به هر اتفاقی. خب این انرژی مثبته، یعنی من حتی وقتی که یه اتفاق منفی هم میفته من باز به اونم سعی میکنم مثبت نگاه کنم. این انرژی مثبته رو که الان ما تو عید خیلی یا تو نوروز روش مانور میدیم که نوسازی انرژی مثبت بدیم، یعنی آدم میتونه تو همه لحظات زندگیش به نظرم داشته باشه و ازش استفاده کنه. و اینکه دوست دارم که این چیزی که خودم همیشه تو زندگیم استفاده میکنم و به شما بینندگان عزیزم بگم که هر روز ما نوروزه. درسته که نوروز خیلی مراسم قشنگیه، خیلی برای خود من دیگه الان یک یادبود شده، تنها خاطره ماندگار از کودکیم شده فرزاد. یعنی تنها چیزیه که وقتی که نزدیکش میشه دلم ریدی ویدی میره برم دنبال اینکه افسین بچینم یا مثلا شب عید سبزی پلو با ماهی بخوریم و اتفاقاتی که حالا هممون هر کس به نحوی. من بعضی رو دیدم که آش رشته مثلا درست میکنن میگن رشته کار دستمون بیاد، یا یکی شیر برنج درست میکنه میگه که بختمون سفید بشه امسال. هر کس به نظر من یعنی نمیشه گفتش که هر شهرستان، هر به نظر من قومی یا هر خانواده‌ای بستگی به اون آداب و اون چیزی که توش بزرگ شده یه چیز جدید داره. مثلا من حتی بعضی‌ها رو دیدم که مثلا میگن سیب زمینی نماد برکته. یکی از دوستان من فکر کنم عراقی هم بودن، حالا من نمیدونم مثلا همچین چیزی مرسوم باشه. سرخ کرده باشه که برکت رو از بین نمیبره. چرا؟ خب. چون چاق میکنه. یه بار گفت ما سیب زمینی شب عید باید کنار ماهیمون سیب زمینی هم باشه چون نماد برکته و فلان و نشاسته، یعنی باید باشه و اینا، نشاسته مثل سیب زمینی. یه چیزای خلاصه میشنوی هر کسی یه چیزی داره، به نظر من همش قشنگه. خب بسیار. بعد از اینکه از رسیپی های نرگس جان استفاده کردیم، رشته کار امیدوارم امسال خوب دستتون اومده باشه، امیدوارم بختتون هم با چی بود؟ شیر برنج باز شده باشه. حالا در مورد سبزی پلو با ماهی هم منظور دلیل خاصی داره یا نه سنته که اون که به نظرم سرجای خودش هستش که همیشه که یعنی همه میخورن این رشته و نه سبزی پلو با ماهی نمیدونم واقعا فلسفه‌اش چیه، راستش راجبش هم نخوندم، فقط خوشمزه و باحاله. اما رشته یعنی آش رشته و این شیر برنج و اینا این نیستش که سبزی پلو حذف شه، باید کنارش ما بعد از ظهرش آش رشته رو بخوریم. اوکی. خب میدونم الان کلی گرسنه‌تون شده با این همه غذاهای خوشمزه‌ای که نرگس جان اسمشون آورد و اینکه خب در تکمیل صحبتی که گفتی دقیقاً همینطوره. یعنی منظورم اینه که حتما هر کسی نوروز رو دوست داره با اون چیزایی که در خودش هست ست کنه، یعنی تصمیمش بر اینه که میگه از نوروز که برسه تغییری در خودم شروع میکنم، چون اینکه نوروز با روز اول بهار خب دقیقاً دلیلش برای اینکه رو هم سوار شدن اینه که بخواد نماد رشد باشه، نماد سبز شدن دوباره باشه، زندگی نو باشه و خب برای هممون هر چقدرم که این دقیقاً چیزی که میگه هر روزمون نوروز باشه، ولی خب این که یک نقطه ای احساس میکنیم یک سالی به پایان رسید، با هر خوبی با هر بدی میذاریم کنار، از چیزایی که اتفاقای بدی که افتاد قطعاً درس میگیریم، از چیزای خوبی که داشت تجربه میگیریم که بتونیم آینده رو بهتر بکنیم. فکر میکنم یه نقطه بستن گذشته و شروع دوباره زندگی باشه که خب اون انرژی رو قطعاً میده. شاید اصلا تاثیرش بیشتر روانشناسی باشه، ولی وقتی آدم میدونه یه چیزی با هر دلیلی قراره تموم بشه دوباره میخوام یه استارت محکم‌تر بزنم، فکر میکنم که خیلی تاثیر بیشتری داره. خب صحبت طولانی نمیکنم، بریم به استودیو ببینیم که بچه‌ها دارن چیکار میکنن. موافقی؟ بله، در خدمتتون هستیم.
سردین نگاهو بشکن، فاصله سزای ما نیست. تو بمون واسه همیشه، این جدایی حق ما نیست. بودن تو آرزومه، حتی واسه یه لحظه میمیرم بی تو. خوندن من یه ترانه است، یه سرود عاشقانه است. من برات ترانه میگم تا بدونی که بهاتم. تو خود دلیل بودنم، بی تو شب سحر نمیشه، میمیرم بی تو. من عشقت رو به همه دنیا نمیدم، حتی یادت رو به کوه و دریا نمیدم. با تو میمونم واسه همیشه. اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم، واسط میمیرم جواب دنیا رو میدم. با تو میمونم واسه همیشه. به همه دنیا نمیدم، حتی یادت رو به کوه و دریا نمیدم. با تو میمونم واسه همیشه. خاطرات تو رو چه خوب چه بد حک میکنم، توی تنهاییم فقط به تو فکر میکنم. با تو میمونم واسه همیشه. اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم، واسط میمیرم جواب دنیا رو میدم. با تو میمونم واسه همیشه. سردی نگاهو بشکن، فاصله سزای ما نیست. تو بمون واسه همیشه، این جدایی حق ما نیست. بودن تو آرزومه، حتی واسه یه لحظه میمیرم بی تو. خوندن من یه ترانه است، یه سرود عاشقانه است. من برات ترانه میگم تا بدونی که باهاتم. تو خود دلیل بودنم، بی تو شب سحر نمیشه، میمیرم بی تو. من عشقت رو به همه دنیا نمیدم، حتی یادت رو به کوه و دریا نمیدم. با تو میمونم واسه همیشه. اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم، واسط میمیرم جواب دنیا رو میدم. با تو میمونم واسه همیشه.
راجع به بچه‌ها صحبت می‌کردیم، بچه‌های دی وایس که به هر حال خیلی زحمت کشیدن و جای امین خیلی خالیه. امین نفر اول مسابقه شد، امین یحیی‌زاده که اتفاقا خواستم که ازش در این برنامه شرکت بکنه، ولی متاسفانه به خاطر اینکه نتونست ویزا بگیره، مقیم ترکیه است و یه مقدار مشکل برای شنگن، ویزای شنگن گرفتن، نتونست خودشو برسونه. ولی کن ازش خواستم که یک پیامی بده به دلیل آلبومی که جدیداً منتشر کرده به نام نامیرا. آلبوم قشنگیه، خوب جمع جورش کرده. من گوش کردم خودم این آلبوم رو کاملا. سلامته، تمام موسیقی سلامته. خیلیاش رو دوست دارم، خیلیاش به سلیقه من نیست، ولی مطمئنم اونایی که به سلیقه من نیست به سلیقه خیلی ها هست. نتیجتاً گوش بکنیم به صدای، به پیام امین جان و انشالله که اگر موسیقی ترتمیز و سالم دوست دارید، به هر حال همونجور که عرض کردم سلایق مختلفی در این لزوم شده، منظور شده ببخشید، در این آلبوم که فکر میکنم همگان رو راضی بکنه. آلبوم سلامتیه. حالا گوش بدیم به پیام امین جان و سپورتش بکنید. مرسی. درود به تمامی شما عزیزانی که دارید ویدیوی من رو میبینید. امیدوارم هر کجا این کره خاکی که هستید حالتون خوب باشه. سال نوتون مبارک. سالی پر از مهر و عشق در کنار عزیزانتون براتون آرزو دارم. از آخرین ترکی که پخش کردم واسم مهم نیست، چند ماهی میگذره و من توی این مدت داشتم روی فول آلبوم کار میکردم. آلبوم نامیرا رو ساختم که قرار آخر این ماه از طریق وبسایت خودم aminiyahiyazade.com منتشر بشه. شما میتونید همکنون نسخه دیجیتال و نسخه فیزیکی که براتون تدارک دیدم رو از طریق سایت پیش خرید کنید. موضوعی که برای آلبوم مد نظرم بوده بیشتر برمیگرده به مکالمه هایی که خودم با شخصیت درونی خودم دارم و متن هر ترانه در خصوص موضوعی مثل صحبت با کودک درون، مواجهه با ترامایی که داشتم و اینجور موارد میپردازه. در خصوص آهنگسازی هم دوست نداشتم خودم رو محبوس یک سبک خاصی بکنم و حتما توی یک چارچوبی آهنگسازی انجام بدم. بر همین فکر میکنم همین موضوع باعث شده که آلبوم یا آلبوم اکسپریمنتالی باشه. در صورت امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید و حتما تجربه شنیداریتون رو با هم به اشتراک بذارید. باز هم نوروز باستانی رو بهتون تبریک میگم، به امید آزادی. هنا خانوم هنا اسم شما ناز آهنگ بهاره، صدای نرم زمزمه میونه بارون و گله بوی عاشقونه داره. عروسی ستاره ها تو اوج چشمای شما یه افق منظره داره. برای پرواز دلم رو به حیات عاشقا چشمتون پنجره داره. هنا خانم دل من یه جای قصه انگار منتظر شما بود، پشت در باغ بهار اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود. هنا خانم دل من یه جای قصه انگار منتظر شما بود، پشت در باغ بهار اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود، به خاطر شما بود.
هنا هنا خانم هنا چه اسمی اسم شما، ناز آهنگ بهاره، صدای نرم زمزمه میون بارون و گله، بوی عاشقونه داره. عروسی ستاره ها تو آج چشمای شما، یه افق منظره داره. برای پرواز دلم رو به حیات عاشقا، چشمتون پنجره داره. هنا خانم دل من یه جای قصه انگار، منتظر شما بود پشت در باغ بهار. اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود. هنا خانم دل من یه جای قصه انگار، منتظر شما بود پشت در باغ بهار. اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود، به خاطر شما بود. من چی رو دوست دارم تو یاسر؟ به نظرم که یاسر باید بازیگرم میشد، چون خیلی یعنی صحنه گردانی و اکتش و صورتش و اینا فوق‌العاده است در این اجرا. همینو عذرخواهی میکنم، در حین اجرا من همینو داشتم به استاد میگفتم که یاسر جان علاوه بر صدای گرم و مخملی یه شومن خوبی هم هستن، یعنی جوری که صحنه رو میگردونن فاصلش بی نهایت زیاد از یه خوانندگی معمولی. واقعا عالی. عالی. بسیار من عرض بکنم خدمت بینندگان نازنینمون، بچه‌ها، همه بچه‌هایی که امشب اجرای برنامه میکنن همشون در حال تهیه و تنظیم آلبوم خودشون هستند و آلبوم بسیار بسیار فیلتر شده، یه دونه دونه شو من خودم نظارت دارم و میدونید که نمیذاریم حتی یک دونه نوت ناخالص رد بشه از زیر دستمون. خیلی کارا قشنگه، خیلی خیلی زیباست. همونجوری که همیشه گفتم این برای بچه‌هایی که معرفیشون میکنیم کسانی هستند که میتونید بهشون تکیه بکنید از لحاظ موسیقیایی، یعنی یه موسیقی سالم بشنوید، کیف بکنید، خیالتون راحت باشه، بچه‌هاتون موسیقی خوب به گوششون میرسه. این یه مطلب بود. مطلب دیگه این که بعضی از آهنگ‌ها به صورت زنده اجرا میشه، یعنی با یک پیانو و پرکاشن اجرا میشه و خواننده میخونه. ممکنه ترک بعدیش بکینگ ترک داشته باشه. این به معنی این نیست که لب میزنه، نه، بچه‌ها میزنن با بکینگ ترک با هم میزنن ولی خواننده زنده داره میخونه. در نتیجه این چیزی که خیلی مرسوم همه جا هست و صدای خوشگلی هم میاد و ما هم که کیف میکنیم همونجور که دیدید یاسر نازنین ما چقدر گل کاشت. مرسی. خب میرسیم بچه ها، میکروفون رو لطف میکنین. مرسی خدمت شما. نرگس جان بذار من از بچه ها خواهش کنم یه دونه صندلی بیان اینورتر، همچین دوره نگاه. آره جای آریان و شهرام جان خالی شد. خب رسیدیم به مهسا عزیزمون، مهسا خانم زیبا، آیشباریارای ما. مهسا جون دوست دارم که یه کوتاه بگی که خوانندگی رو از کی شروع کردی، به این دلیل که من مطمئنم که راجع به این جور مسائل صحبت شده در د وایس، ولی دوست دارم حالا بعداً در چند قدم با هم در خدمتت باشم که یه اونجوری مصاحبه داشته باشیم دیتیلی، ولی الان یه کوتاه بگو که از کی شروع کردی و چه قصه‌ای رو برای ما آماده کردی مهسا جون؟ خیلی متشکرم، سپاسگزارم. قربون شما. همونطور که خب اکثر خواننده‌ها اینجوری شروع می‌کنن، از بچگی عاشق خوندن هستم، از زمانی که میتونم صحبت بکنم من میخونم، ولی خب به طور حرفه‌ای اگر بخوام بگم 4-5 سالی هستش که این موضوع به طور حرفه‌ای پیش میره، ولی خب 3 سال اخیر شاگرد استاد هستم و دیگه به طور خیلی فوق العاده داره پیش میره و ضبط‌هایی انجام شده و قرار ادیت بشه و به زودی به گوش مردم میرسه. چقدر عالی هم هست. خیلی خیلی عالی عالی خیلی خوب. استاد بزرگی مثل شما. خواهش میکنم عزیز دلم اختیار دارید. قطعه‌ای که میخوام اجرا بکنم براتون این قطعه بسیار دلنشین 6-8
که همه مردم ایران فکر کنم شنیده باشنش، از بانو هایده شایسته. به به. مرسی، بفرمایید. مرسی مهسا جون، عالی بودی، لذت بردیم، کلی هم که شاد شدیم و دیدم بچه ها همون پشت داشتن هنرنمایی می‌کردن می‌رقصیدن. مرسی عزیزم. قطعه دوم چیه مهسا جون؟ قطعه دوم از اونجا که من ترک زبان هستم تصمیم گرفتم که یک کار آذری خیلی اصیل اجرا بکنم که فکر میکنم تمام آذری ایران با این قطعه آشنا هستن، امیدوارم که لذت ببرید. مرسی عزیزم، به افتخار مهسای عزیز. Sen düşen
dəsmalın götür, mən götürsəm söz ola. Bulaq başı toz ola, üstün olur qız ola. Əyin dəsmalın götür, mən götürsəm söz ola. Bu qala qaşlı qala, cıngılı qaşlı qala. Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala. Bu qala qaşlı qala, cıngılı qaşlı qala. Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala. خب امیدوارم تا اینجای برنامه لذت برده باشید. یکی از نکته هایی که نرگس جان دوست داشتم حتما بهش بپردازیم و صحبت بکنیم بحث شیرین عیدی گرفتن بود که فکر میکنم برای هممون پر از خاطره است. فکر میکنم هممون ازش خاطره های خوب داریم و حتما یه خاطره از یکی از بهترین عیدی گرفتنات آماده کن که الان بخوایم برای بیننده‌های عزیزمون بگیم. خاطره که خب خیلی زیاده. من بیشتر از اون عیدی گرفتنه یه اخلاق بدی که داشتم خیلی واقعا دوست داشتم که میرفتم خونه مادر بزرگم، با مادر بزرگم اینا میرفتم عید دیدنی و مسئله بزرگی که وجود داشت که دوست نداشتم از اونجا برگردم. یعنی الان فامیلی من که اینو ببینن این برنامه رو یادشون میاد. مثلا میرفتیم خونه پسردایی مادر بزرگم، مهمونی تمام شد میگفتم من اینجا میمونم و واقعا 2 شب میموندم بعد برمیگشتم. خب چون اون 2 شبو میموندم همیشه عیدیم بیشتر از بقیه بودش، چون وقتی که من تو اون خونه حضور داشتم مهمونای بعدی هم که میومدن به بچه‌هاشون عیدی داده میشد، چون من مظلومون گوشه بودم مامانم اینا هم رفته بودن یه عیدی هم به من میدادن. برای همین همیشه عیدی زیاد میگرفتم. خیلی الان که بزرگ شدمم این نمیشه گفت توقع، ولی این حس تومه که یه جایی میرم دوست دارم عیدی بگیرم، مخصوصا که وقتی میذارنش لای قرآن اصلا اون حسه از یاد لای حافظ میذارن لای قرآن میذارن هر کس حالا به یه نحوی یه حس نوستالژی باحالی رو تو من زنده میکنه. فرزاد مثل کاری که شما قرار الان بکنی حالا میتونی شما لای حافظ حتما با کمال میل. حالا در مورد من حالا می‌خواستم خیلی رقم بزرگم در نظر گرفته بودم، حافظ پیدا نکردم، شوخی میکنم. و اینکه اتفاقا می‌خواستم بگم باور کنید که این آخر عید که تموم میشه 13 به در که میشه این بچه‌ها عیدیاشون رو میشمارن براشون از رتبه اول دوم مثلا جدول لیگ فوتبال جزیره مهمتره که کی چقدر بیشتر گرفته کی چقدر کمتر گرفته و خب جذابیت خاصی رو داره دیگه. اگر که موافق باشیم میتونیم باز به استودیو سری بزنیم ببینیم بچه‌ها. آره حتما پس بریم و بیایم. فرزاد جان اگر موافقی بریم سراغ بچه‌های بغل دستی‌های من. حتما صد البته که با بچه‌های اونور شروع می‌کنیم، ولی هر جور که حساب کتاب می‌کنم اصلا رسمش نیستش که ما بخوایم از اینجا رد بشیم و عیدیمون رو از استاد نگیریم. بله. به استاد چشم بزرگوارید عزیز دلید. کار به خصوصی اگر افتخار بدین که دوست داریم که یعنی همه دوست دارن که شما هم یه قطعه‌ای رو به مناسبت عید برای مردم عزیزمون اجرا کنید. با کمال میل. نظر با کمال میل. افتخار میدین. حتما با کمال میل. اجازه بدین یک قطعه‌ای رو چند سال پیش ساختم که مزدش رو خیلی خوب دارم هر روز میگیرم. اونم به خاطر اینکه میبینم تو عروسی‌های مردم حدوداً 30 ساله که این آهنگ داره نواخته میشه و مردم باش شادمانی میکنن. این برای من خیلی خیلی ارزش بالایی داره. دارم میخواد آهنگ که شادم هست و شب عیدم هست اون آهنگ رو براتون اجرا بکنم. شما که هر چقدر شلوغ بیشتر بکنیم من بیشتر سر حال میام.
خدای می پرستی به حق هر چیه ما رو به هم برسی ما رو به هم برسی خدا دل ما تنها مثل تک درخته تو تنهایی میدونی تنها بودن چه سخته تنها بودن چه سخته نظر به ما کن نظر به عاشقا کن ما رو که مست عشقی به حال خود رها کن به حال خود رها کن عجب صفایی داری حال و هوایی داری به یار میگم نخورم ما هم خدایی داریم ما هم خدایی داریم خدا خدای مستون خدای میپرستون به حق هرچی عشق ما رو به هم برسیم ما رو به هم برسیم خدا دل ما تنها مثل یه تک درخته تو تنهایی میدونی تنها بودن چه سخته تنها بودن چه سخته ما دوتا جور جوری نزدیک ما دلامون اگر که دور دوری ما دلامون اگر که دور دوری تو عاشقای دنیا که از همه سرین ما از 100,000 تومشیم که بالا بدترین ما از 100,000 تومشیم حالا دستا بالا همه با هم خدا دستا بالا همه با هم با من بیاییم خدا خدای مستون خدای می پرستون به حق هر چی عشق ما رو به هم برسون ما رو به هم برسون صدای دستا بیاد قشنگ مقصد اونا که خونن ای جانم ما دوتا جفت جفتی ما دوتا جور جوری نزدیک ما دلامون اگر که دور دوریم ما دلامون اگر که دور دوریم عاشقای دنیا که از همه سریم ما از 100,000 تومشیم که بالا بدتریم ما یه بار دیگه همه با هم خدا دستا بالا خدا دل ما تنها مثل یه تک درخته تو تنهایی میدونی تنها بودن چه سخته تنها بودن چه سخته خدا خدای مستون خدای میپرستون به حق هر چی عشق ما رو به هم برسون ما رو به هم برسون خدا دل ما تنها مثل یه تک درخته تو تنهایی میدونی تنها بودن چه سخته تنها بودن چه سخته در این قسمت میخوام به بینندگان عزیز و همچنین خود شما، حالا نمیدونم تو میدونی یا نه، ولی خب این 7 سینی که اصلا ما هر ساله میچینیمش و حالا هر کسی یه سری اکسسوریایی بهش اضافه و کم میکنه، کلا یه داستانی پشتشه دیگه، یه نمادی داره. حالا هر کدوم از اینها یه چیزی، مثلا
سیر نماد قدرت، استحکام. سنجت با توجه به اینکه میخوری تلخی میاد تو دهنت و یک دفعه یه مزه خوبی هم به چاشنی اون تلخی میاد، اون خودش نشانگر اینه که هر تلخی تو هم با نه شیرینی با گسی هست حداقل. و ماهی نماد زندگی، حرکت. سنجت داره. من سنجت رو خیلی خودم هم وقتی راجبش میخوندم به یه، حالا بینندگان عزیز بیشتر میدونن، من به این مطالعه که راجبش کردم به این رسیدم و واقعا خودم هم نمیدونم دلیل اصلیش چیه، ریشش چجوریه. گفتن که اینطوریه. ماهی که خب زنده، حرکت، زندگی. سمنو رو داریم که نماد صبره، چون ما میدونیم وقتی که سمنو پخته میشه چقدر بابتش زحمت کشیده میشه و یه شبانه روز فقط اینو همش میزنن که نشون میده که خب چقدر باید تو زندگی صبر داشت، که امیدوارم هممون بتونیم این صبر رو با هم دیگه تمرین کنیم. سیب رو داریم که نماد استحکام، زیبایی، سلامتی، که من خودم عاشق سیبم. به نظر من زیباترین چیزی که میوه‌ای که در دنیا وجود داره سیبه، واقعا خیلی زیباست و اینکه چقدر هم که سلامتیشو هممون میدونیم. بعد مسئله دیگه که وجود داره سماقه. من میخوام بگم که سماق یعنی اینکه پایان شب سیاه سپید است، یعنی اینکه نور بر تاریکی پیروز است، نماد غروبه. همون نور بر تاریکی پیروز است که خودمون میدونیم. سماق خیلی الان از همه ما بیشتر خوشحاله. هیچ وقت فکر نمی‌کرد کسی در مورد شعر بگه که نرگس جان این رو تو برنامه گفتن. آره فکر کنم بهترین عیدی برای سماق بود. من فکر کنم کلی به من ایراد بگیرن که چرا اومدی سلیقه شخصیت هم قاطی کردی، ولی برنامه به هر حال من دارم برداشت‌های خودم و توأم با چیزایی که خوندم میگم که یه ذره حداقل متفاوت‌ترم بشه دیگه، چون ما اگه بخوایم تو گوگل سرچ کنیم که طبیعتاً میاد که هر چیزی برای چه چیزیه. درسته. سبزه نماد رشد و سلامت و زندگی دیگه. فرضت که دوتا هم تو برای ما بگو. خب من راستشو بخوای به این اندازه عمیق و دقیق که زحمت کشیده نرگس جان رو تحقیق کرده تحقیق نکردم. در مورد سکه زیاد میتونم صحبت بکنم ولی به نوروز نمیخوره. ولی در رابطه با ماهی که اتفاقا اشاره هم کردی و گفتی که الان حذفش کردن، جدیدن برش داشتن، حالا اینکه درسته یا اشتباهه اصلا وارد اون مقوله نمیخوام بشم، ولی دلیلش بر این بوده که حیوان آزاری مثلا خیلی‌ها میگن حالا تو این عصر جدید حساب میشه اینکه بخوای یه حیوانی رو داخل یه تنگی بذاری تحت فشار باشه، شاید یعنی این چیزی که من شنیدم از این دلیل بوده که حالا نمیشه خوردم گرفت، ولی خب جزء درسته چیزای سنتی هستش که رو 7 سین هست دیگه. یعنی اگر نباشه با هر دلیلی احساس میکنم که جاش خالی باشه. من فکر میکنم نماد ثروت و روزی و برکت هم هست. حالا سرکه رو دیدم، بگم که سرکه هم مثل سمنو نماد صبر و ایناست، ولی سمنو صبر و تلاشه، چون در کنارش تلاش هم هست. حالا ما خودمون یه چیزی داریم که جدیداً هم خیلی باب شده، من میبینم خیلی ها انجام میدن، مثلا نمک میذارن، طلا میذارن، و حالا هر کسی استعدادی. خیلی ها شمع میذارن. خب شمع که میدونیم نور، مخصوصا برای مدیتیشن، برای آرامش، برای همه این چیزا هم ما شمع روشن کنیم. آینه میذارن که مثلا نماد خودشناسیه، که من خودم آینه رو خیلی دوست دارم، چون آینه نشان دهنده استحکام، خودشناسی، خودباوری و تمام این ریشه تو این چیزا داره. ماهی را سینه از بین نمیره وقتی چیزای دیگه میاد که سین نداره. نه به نظر من میتونه 7 سین باشه و تو هم باشه با این چیزا، اما سلیقه شخصی خود من که حالا باز هم میگم کاملا شخصیه، اینه که همه چیز باید اون اصلش و اون سنتش رعایت بشه در کنار سادگیش. یعنی من خودم فکر میکنم که هرچه 7 سین ساده تر قشنگتر، هرچه دکور ساده تر قشنگتر. من تو هر چیزی فکر میکنم سادگی نهایت قشنگی. یعنی من دوست دارم 7 سین در کنارش یه گل کوچولو سمبل باشه. یعنی حتی اینم برای برنامه خودم هم دوست نداشتم خیلی 7 سین رو شلوغ کنم، چون 7 سین سفره عقد نیست. ما بعضیا با سفره عقد اشتباهش گرفتیم. نه، 7 سین 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا نماد خوشگله که ما باید اونو بذاریم به همون دلایلی که الان راجبشون صحبت شد.
مرسی، عالی. من میخوام به نوبه خودم از شما نهایت قدردانی و تشکر کنم بابت اینکه تمام این سالها حالا واقعا با این موزیکتون دل مردم رو شاد کردین، خنده رو به لباشون آوردین، شادی رو به خونه هاشون بردین. امیدوارم که همه قدر این لحظاتشون و قدر زحمات شما رو بدونن. قربون شما. مرسی. ممنون. استاد من خیلی خیلی خوشحالم که تونستم امسال عید برای مردم یه عیدی همچین قشنگی رو از شما بگیرم که دیگه هر غیری تو هر کمری بود دیگه فکر کنم عزیزم بیرون ریخته شد. به نور باشید. خواهش می‌کنم. سلامت باشید. خب بچه‌ها ما 2 خواننده دست نخورده داریم هنوز. نشستن آروم ولی خب خیلی ماشاءالله پرن. بله چه خواننده هایم. خواننده‌های درجه یک. بله بعد از اینکه نرگس جان استاد اینور از آیشواریا رای رونمایی کرد من به خودم اجازه دادم که اونور از براد پیت و البته که این رو هم صراحتاً اعلام بکنم که عمرن اگر که آیشواریا رای بتونه به این قشنگی که مهسا جان خوندن بخونه. عزیزم. 100 البته. دوستان فرزاد جون یا میلاد فکر می‌کنم از اون سم شروع کنیم بهتر باشه استاد اگر با اجازه شما. ته شروع کن من اصلا. خب یعنی از پراب. پس پراب جان عزیز. منظورشون دقیقاً. پراب جان صدای خیلی قشنگی داره. من خیلی دوست دارم صدایشون رو، بسیار پرقدرت و چه تحریرای بجا و منحصر به فرد خودت. خیلی من یه ایراد فقط تو داری تو خوندن، میدونی چیه؟ بفرمایید. قدت خیلی بلنده. متاسفانه نمیتونم کوتاهش کنم. از تونای پایین شما شروع کنید. خیلی خوبه، خیلی خوبه خوده. خب پراب جان عزیز چی برامون آماده کردی امشب؟ من افتخار این دارم امشب که 3 یا 4 تا کار در خدمتتون باشم. اولیشو با اجازه استاد عزیزم کار شاه ماهی هست از خواننده بسیار بسیار خوب کشورمون ابی که من اینو بازخوانی میکنم. بعد 2 تا کار دیگه هم هستش، حالا اگر تایم باشه فرصت باشه براتون میخونم. مجدد یه کار دیگه هست از ابی، یه کار شادم دارم از بانو همیرا و یک کار استانبولی هست، ترکی استانبولی که اگه فرصت باشه با افتخار براتون اجرا میکنم. بسیار بسیار شب بلند و دل من در تب و تاب باد، لحظه همه پر از حسرت خواب باد. ذره ذره دل من آب میشه تو سینه، آرزوی دیدنت مثل سراب باد. بیا و ستاره تو آسمونم باش، بیا و چلچله شیرین زبونم باش. مهربون من بیا و هم زبونم باش. من بلا رو دوست دارم بلای جونم باش. حالا تو خون منی توی تنی یا نه، از دل عاشق من دل میکنی یا نه. بگو هنوز مال منی عشق منی یا نه. نه
نکنه خدا نکرده نکنی یا نکنه عزیز من ز چشمت افتادم، نکنه تو قلبت خبری باشه، نکنه دلت بادگری باشه. هر نگاه گرم تو امید فردام بود، آخه عشقت عزیزم خون تو رگام بود. آرزوی تو دینم و دنیام بود، بی تو همدمم قطره اشکام بود. حالا تو خون منی توی تنی یا نه، از دل عاشق من دل میکنی یا نه؟ بگو هنوز مال منی عشق منی یا نه؟ با تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رگهام نمیمیره. با تو انگار تو بهشتم، با تو پر سعادتم، من دیگه از من نمیترسم، عاشق شهامتم من. اگه روح اسیر بشینم، اگه هیچ نداشته باشم، با تو من مالک دنیا، بی تو در نهایتم من. با تو انگار تو بهشتم، با تو پر سعادتم من، دیگه از مرگ نمیترسم، عاشق شهامتم من. با تو انگار تو بهشتم، با تو پر سعادتم من، دیگه از مرگ نمیترسم، عاشق شهامتم من. İçerim arkadaş benim derdim, İçerim arkadaş derdime çare yok. İçerim arkadaş bugün havam yok. İçerim arkadaş tadım tuzum yok. Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine duysun. Bir büyük içtim şifalar olsun. Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine duysun. Bir büyük dividerimde şifalar olsun.
Mezem biraz peynir, biraz da zeytin olsun. İçerim arkadaş, içerim işte. İçerim arkadaş, içerim işte. Doldur bir meyhaneci, kuş kalmasın kadehim. Doldur bir meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim. Doldur bir meyhanecim, çabuk doldur içim. Doldur, 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 doldur gitsin. Doldur bir meyhanecim, yanıyor içim içim. Doldur bir meyhanecim, dönüyor başım ne biçim. Doldur bir meyhanecim, kötü serhoşum o biçim. Doldur, 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 doldur gitsin. İçerim arkadaş, benim derdim. İçerim arkadaş, derdime çare. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, muhabbetim. Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine duysun. Bir büyük içtim, şifalar olsun. Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine duysun. Bir büyük derim, şifalar olsun. Mezem biraz peynir, biraz da zeytin olsun. İçerim arkadaş, içerim. İçerim arkadaş, içerim işte. Doldur bir meyhanecim, kuş kalmasın kadehim. Doldur bir meyhanecim, hiç bitmiyor dertlerim. Doldur bir meyhanecim, çabuk doldur içim. Doldur, 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 doldur gitsin. Doldur bir meyhanecim, yanıyor içim içim. Doldur bir meyhanecim, dönüyor başım ne biçim. Doldur bir meyhanecim, kötü serhoşum o biçim. Doldur, 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 doldur gitsin. İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş. خب امیدوارم که تا اینجای برنامه لذت برده باشین. فرضت مسئله که وجود داره امسال من هم یه عیدی بزرگ، حالا فارغ از تمام این شوخی‌ها و کودکی‌ها که تو هم با یعنی شوخی بود همش، یه عیدی بزرگ هم به نظر خودم دادم، هم یه عیدی بزرگ گرفتم. خب ما الان آره خیلی این البته نظر شخصی خودمه و من که عیدیمو گرفتم امیدوارم اون عیدی که به بچه‌ها دادمم براشون قابل قبول و ارزش باشه. ما خب همونطور که تماشا میکنید در ویژه برنامه نوروزی چند قدم با هستیم که اولین سالی هست که من افتخار اینو داشتم که برنامه نوروزی درست بکنم در قسمت سوم چند قدم با که
مطمئنا در آینده قسمت‌های بعدی و جذابتری از چند قدم با هم در کنار هم به تماشاش می‌نشینیم. مسئله که وجود داره و خیلی خوشحالم از بابتش، حالا که این فرصت برام فراهم شد که بتونم این برنامه رو داشته باشم، این که تونستم به جوانهایی کمک کنم که خیلی پر استعدادن، کمک کردن نه من بابه که اونا نیاز به کمک دارن، برای اینکه ما هر ساله که تلویزیون که روشن می‌کردیم خب هنرمندان والا و با ارزش و این همه آدم هنرمندی که باشون خاطره داشتیم و خب طبیعتا می‌دیدیم و این شده بود باب دیگه، یعنی همه دوره هم جمع می‌شدن، حالا یه هفت‌سین خیلی آنچنانی، دکور آنچنانی، غیر آنچنانی بود و اینا دوره هم و خب همیشه من می‌فهمم که اونایی که دوست دارن دیدشن و تواناییشو دارن اونا چرا دیده نشن. اگر یه روز این فرصت رو داشته باشم که برنامه نوروزی بسازم، دوست دارم که این بچه‌ها بیان. خب از چند ماه قبلش دنبالشون بودم و خیلی 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 تحقیق راجبشون کردم که چقدر تلاش کردن، چقدر استعداد دارن. زیر نظر استاد بزرگمون آقای بیژن مرتضوی اینا همه از فیلتر ایشون رد شدن، با ایشون کار کردن و چیزی که ایدی که گرفتم اینه که تونستم، یعنی خداوند یاریم کرد که تونستم توی اشل خودم یه برنامه نوروزی بخوام درست کنم و در کنارش ایدی که فکر میکنم دادم ایدی بود که به این بچه‌ها دادم، چون فکر میکنم تک تکشون که واقعا به نوبه خودشون فوق یاسر، پراو، میلاد، مهسا، آریانگ، بعد هم حالا اگر کسی هم از قلم افتاده من همینجا عذرخواهی میکنم، ولی طبیعتا هر کسی که اونجا نشسته فوق العاده بوده از دید من. امیدوارم که این ایدی که بهشون دادم به جان و دلشون بشینه و نهایت بازدهی رو براشون داشته باشه. خیلی هپی و خوشحالم از این اتفاق. مرسی از چشمان قشنگتون که برنامه ما رو تماشا میکنین. باز بریم یه سر بزنیم، یه اجرای خوب ببینیم که حالا که تعریف کردم زیاد فاصله بینش نیفته، برمیگردیم. به به، مرسی از پرهاب عزیز، صدا مخملی پر انرژی، چه انرژی ماشاءالله داره صدا. ما که لذت بردیم، قطعا مهمونامون هم همینطور. پرهاب جان، یه سوالی رو میخوام بپرسم ازت، به این دلیل که شاید خیلی از بچه‌هایی که الان با اجازه از استاد تو این مسیر میخوان گام بردارن، شروع بکنن، براشون جالب باشه که از کجا میشه این مسیر رو شروع کرد. چون دو تا سوال مختلف به این صورت میخواستم بپرسم که از کی علاقه‌مند به موسیقی شدی و از کی احساس کردی که تو این زمینه استعداد داری؟ حقیقت من راجع به خودم خب از بچگی علاقه زیادی داشتم. من چون هم مادرم میخوند هم پدرم، این صداهای خوبی داشتن، ولی خب حالا به صورت حرفه‌ای دنبال نشد. خانواده کاملا هنرمند چشم به جهان گشود. همیشه میخوندن دیگه. من مثلا مادرم وقتی که توی گهواره بودم همیشه برام آهنگ لالایی گوگوشو میخوند. لالایی کن به خواب خوابت قشنگه. یعنی با این من این تو گوش من بوده همیشه. ولی کن خب به صورت حرفه‌ای دیگه مقدار که بزرگتر شدم یه کوچولو شروع کردم ساز زدن و یکم بهتر کار رو دنبال کردم. تقریبا میشه گفت تقریبا 22 ساله که جدی تر دارم. بسیار عالی. حالا یه سوال دیگه هم به عنوان سوال آخر قول میدم دیگه خیلی سوال پیچ نکنم، این که میتونم بپرسم الگو تو زمینه موسیقی کی بوده؟ خواننده خاصی، موزیسین خاصی؟ خب الگو که بله، استاد که واقعا روی چشم من جا داره واقعا. حالا خارج از بحث موسیقی که ایشون نیازی به معرفی و تعریف ندارن، ولی در بحث اخلاق و منش و خاکی بودن و بیریا بودن ایشون استاد بزرگ من هستن. قربونت برم عزیز دلم. افتخار استاد. ولی کن الگو که بخوام مثلا دنبال روی کسی باشم که فقط یک نفر باشه نه، چون خب خواننده‌های خوب خیلی زیاد داریم. من سعی کردم که از هر کدومشون
یه الهامی بگیرم. یعنی طوری نبود که فقط دنبال یه نفر باشم، ولی بخوام اسم ببرم اون کسایی که من خیلی ازشون خوندم، آقای ابراهیم حامدی، بله. بعد گوگوش که عرض کردم خدمتتون، داریوش، فریدون فروغی، فرهاد مهراد. بسیار عالی. آره اینا بودن توی عالی درجه. سلامت باشید. بچه‌ها صدای پراو تشویق نداره؟ خب بعد از پراو جان عزیز نفر بعدی نوبت میرسه به میلاد جان که ببینیم تو این برنامه ویژه برنامه نوروزی چی برامون آماده کرده. البته بعد از آهنگایی که استاد خوندن غیر در آوردن از مهمونامون یه خورده سخت میشه برات، حق میدم بهت، ولی خب ببینیم که به کدوم سمت داریم میریم. میلاد جان در خدمتت هستیم. اصلا من ازش خواهش کردم که چند تا آهنگ بسیار آهنگساز خیلی خوبی میلاد، چند تا آهنگ فاخری که ساخته رو اجرا بکنه که امیدوارم یکیش از همونا باشه. زنده باشید استاد عزیزم. عرض کنم خدمتتون که من امشب 2 تا موسیقی اجرا میکنم. قربون شما. یکی از آهنگایی که از خودم ساختم اجرا میکنم امشب براتون و ممنونم. و یک کار دیگه از آقای داریوش به نام روزگار نامهربون. روزگار نامهربون. بله بله. خب چه چیزی بهتر از این که اولین اجرای آهنگ خود میلاد جان تو برنامه ما باشه و با افتخار اولین آهنگ رو گوش میکنیم و بعدم آهنگ زیبای داریوش. زنده باشه. به افتخار میلاد. تو گفتی هر جا باشم هستی با من، یه حال عجیبی دارم این روزا، دلم پیچ و خم جاده رو میخواد، بیا فردا بریم تا لب دریا، دلم میخواد دوباره وقتی بارون میباره روی رنگارنگ جنگل، همون آهنگی که واسم گذاشتی دوباره باز بخونیمش از اول. تو و جاده توی ماشین هوا خیس پر از دار و درخت سبز هر جا، تصور کن که بعد از جنگل سبز من و تو میمونیم و رنگ دریا، تو با پای برهنه روی شنها همون پیرهن آبی تو پوشیدی، بگو تو این جهان غرق رویا از این بهتر مگه رویایی دیدی؟ میشه عکسش توی قاب دو چشمام که خوب یادم باشه با چی میخندی، تصور میکنم با دستای باز که میچرخی و چشماتو میبندی، شبا موج و نگاه مست و کم خواب، حریر مشکی شب روی موجا، 2 تا عکس و یه تقویم و 2 تا قاب، بیا فردا بریم تا لب دریا، تو و جاده توی ماشین هوا خیس پر از دار و درخت سبز هر جا، تصور کن که بعد از جنگل سبز من و تو میمونیم و رنگ دریا، تو با پای برهنه
روی شنها همون پیرهن آبی تو پوشیدی. بگو تو این جهان غرق رویا از این بهتر مگه رویایی دیدی؟ عالی بود، عالی بود. به 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 به. کیف کردم میلاد جان. عالی بود. آفرین آفرین. متشکرم، ممنونم. عالی. کیف کردم استاد و هر کسی به این آسونی نمیگیره میلاد جان. حتما یا ببین مهسا جانم اینجا تایید کرده. عالی، لذت بردیم. عالی. زنده باشید. خیلی ممنونم. متشکرم. عزیز دلی. میریم برای ترک بعدی از آقای داریوش به نام روزگار نامهربون. این بچه امشب همه زندگی ای روزگار ای چرخ گردون توی سینه قلبمو انقدر نلرزون. ای فلک ای بانی افسونگری ها با دلم کمتر کنین بازیگری ها. هر که هستی هرچه هستی بس کن این نامهربونی. هر که هستی هرچه هستی بس کن این نامهربونی. روزگار ای شاهد ویرونی ما، خشم و قهرت باعث حیرونی ما. ای فلک بس کن دیگه آتیش نسوزون، روی زخمامون دیگه نمک نپاشون. هر که هستی هرچه هستی بس کن این نامهربونی. هر که هستی هرچه هستی بس کن این نامهربونی. گاهی زشتی گاهی خوبی، هم غروبی هم طلوعی. بعضی وقتا مهربونی بعضی وقتا خصم جونی. اما وقتی سر قهری بدتر از تلخی زهری. تو کی هستی تو چی هستی هوشیاریا که مستی. هر که هستی هرچه هستی بس کن این نامهربونی. هر که هستی هرچه هستی بس کن این نامهربونی. ای که حیرونی تو از سرسختی ما، شاید آزارت میده خوشبختی ما. ای فلک بس کن دیگه آتیش نسوزون،
روی زخمامون دیگه نمک نباشون. روزگار ای شاهد ویرونی ما، خشم و قهرت باعث حیرونی ما. هر که هستی هر چه هستی بس کن این نامهربونی. هر که هستی هر چه هستی بس کن این نامهربونی. فرزاد به نظر من عید، یعنی وقتی بچه بودم اینطوری فکر میکردم که عید نماد اینه که خب نماد که نه، یعنی اینطوری راجبش حس میکردم که خب مدرسه نمیریم، تعطیل میشه، پیک شادی حل میکنیم و برای من بیشتر جنبه اینو داشتش که آخشون تعطیله. هیچ وقت نگاهی که در بزرگسالی بهش داشتم و نداشتم. تو بزرگسالی خیلی قضیه بر من متفاوت شد. بیشتر به این فکر میکنم که عید نماد تولدی دوباره است، یعنی نماد اینه که یک دوره سخت، یک دوره شاید شیرین برای هر کس حالا به هر نحوی تمام میشه و یک فصل نو و جدیدی آغاز میشه که ما توی این فصل نو جدید میتونیم دوباره با امید، با انرژی مثبت یک کتاب جدیدی رو از زندگیمون رو باز بکنیم. حالا سوای این که به نظر من چقدر قشنگه که هنوز این فرهنگ، یعنی به نظر من جزء معدود فرهنگاییه که برای ما باقی مونده و اینکه خب هنوز ما میریم عید دیدنی میکنیم، 7 سین میچینیم و تمام این رسومات رو رعایت میکنیم. تنها بازمانده به نظر من فرهنگ تاریخی ما که به صورت کامل داره اجرا میشه. بازم به نظر من یه نقصایی داره. وقتی راجبش مطالعه میکنیم میبینیم که مثلا چه جاهایی ما چه چیزایی رو تو حتی خود 7 سین هم رعایت نمیکنیم. یا مثلا به تازگی من دیدم که الان چند ساله که مثلا ماهی رو حذف کردن، در صورتی که ماهی مثلا نماد زنده، پویایی و زندگیه و از قدیم الایام بوده. خب حالا هر چقدر که مردم روشنفکرتر میشن، میرن جلو، مطالعه میکنن، میان باورهاشونو قاطی رسومات هم میکنن که حالا این خودش بحث سواییه که من مطمئنم الان کلی هم آدم شاید حرف منو نقص کنن، ولی به باور من ما نباید دست بزنیم اصلا به این چیزی که برای ما از گذشته باقی مونده، به این نماد قشنگ، به این سفره زیبا و تمام اینها. و مسئله که هستش که چیزی که من خیلی تو نوروز فرزاد دوست دارم اینه که، یعنی اون چیزیه که هم تو بچگی دوستش داشتم هم الان، اینه که به ما یاد میده که باید در خونه هامون باز باشه، باید روحامون خوش باشه، باید میزبان باشیم، باید مهمونی بریم، همون صله رحم خودمون در اصل. و این چقدر قشنگه اون سفره‌هایی که انداخته میشه، هرچند که این روزا کم رنگ شده ولی بازم هست. به یمن نوروزمون هنوز این چیزا رو داریم. و به نوبه خودم من خیلی 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 نوروز رو دوست دارم. یعنی من این شکلی بهش نگاه میکنم که یک فرهنگ فوق‌العاده غنی و با ارزشی هستش نوروز که امیدوارم مثل تمام چیزایی که از ما گرفته شده از ما گرفته نشه و ما بتونیم اینو به بچه‌هامون به بچه‌هاشون و نسل به نسل بتونیم این فرهنگ زیبا و شاد رو حداقل برای خودمون نگه داریم. حالا مبحثی که هستش که من خیلی دوست دارم که مطمئنا همه مطالعه کردن، میدونن یا از مادر بزرگاشون شنیدن، میدونن که خب اصلا این سفره زیبای 7 سین اصلا از رو چه اساسی و چه اصولی اصلا به وجود اومده و نماد چیه و حالا یه سری چیزایی بهش اضافه میکنن، بعضیا یه سری چیزا کم میکنن، ولی اینا رو فعلا نمیگم چون دوست دارم که برگردیم به استودیو ببینیم اونجا چه خبره، دوباره برمیگردیم. خب به پایین برنامه داریم نزدیک میشیم. برای من که خیلی حس قشنگی بود فرزاد.
به خاطر اینکه احساس میکنم اول از همه به خاطر این حس قشنگی بود که بچه‌هایی که اینجا هستن همه واقعا به نظرم درخشان بودن و این نیو فیس بودنشون، یعنی که چهره جدیدی هستن، خب خیلی با ارزش بود برای من و مطمئنم که تو هیچ کدوم از برنامه‌های نوروزی اینقدر با جسارت چندین تا چهره جدید پر استعداد نیامده بودن دور هم بنشینن و از این بابت که حس میکنم که خیلی ارتباط نزدیکی برقرار شدش با مردمی که در سراسر ایران و جهان دارن ما رو تماشا میکنن. فوق‌العاده تماشاچیای خوبی داشتیم، از تک تکشون تشکر میکنم. خیلی ارتباط دو طرفه خوبی بینمون ایجاد شد. به ما که خوش گذشت، امیدوارم به شما هم که پای تلویزیون نشستین خوش گذشته باشه. اما دوست ندارم که این برنامه اینجا تموم بشه. دوست دارم که از استاد بیژن مرتضوی خواهش کنم که برای پایان این برنامه یک موزیک دیگه برای ما اجرا کنن و افتخار بدن. میخوام که برم برای یه آهنگ، ولی یه آهنگ دیگه هم در مد نظرم هست که دارم میخواد همه بچه‌ها رو، شما از جمله شما رو دعوت کنم همه با هم دیگه برای پایانی برنامه این آهنگ با هم دیگه شد. با کمال میل استاد. متشکرم. مرسی.
خب کم کم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. خیلی خوشحالم، خیلی احساس رضایت میکنم از این برنامه، به این دلیل که در خدمت بچه‌هایی بودم که واقعا همشون درخشان و پر استعداد بودن و این برنامه خیلی به نظرم ویژه بود امسال، به خاطر که ما هر سال که برنامه نوروزی رو تماشا میکنیم غالبا از چهره‌های دعوت میشه که خب شناخته شده هستن، ولی خب ما توی این برنامه‌ای که در خدمتتون بودیم در ویژه برنامه نوروزی چند قدم با، من خوشحالم که این فرصت رو ایجاد کردم که بچه‌هایی که واقعا پر استعدادن و من خودم شخصا لذت بردم از تک تک اجراشون. مطمئنم که بینندگان عزیزم که در سراسر دنیا ما رو تماشا میکنن این لذت رو بردن. خیلی خوشحالم و میخوام تشکر کنم از تماشاچیانی که اینجا حضور داشتن، خیلی بهمون انرژی دادن، خیلی واقعا همشون سنگ تموم گذاشتن، پر از انرژی مثبت بودن. اما دوست ندارم این شکلی خداحافظی کنم، دوست دارم که از استاد بیژن مرتضوی خواهش کنم که برای پایان این برنامه یک موزیکی هدیه بدن، هم به ما هم به بینندگان عزیز. و فرزاد جان از شما هم بسیار سپاسگزارم که در این قسمت از برنامه چند قدم با در کنار ما بودین. از تمام زحماتتون سپاسگزارم. دوربین در اختیار شماست که الان اگر سلامت باشید. مرسی نرگس جان. برای بنده هم به شخص باعث افتخار بود که در خدمت مهمونای عزیزمون، مردم عزیز کشورم و از همه مهمتر بچه‌های با استعداد اینجا و استاد عزیز شما نرگس جان بودیم. و اگر که نخوام اضافه گویی کنم، همون صحبتایی که نرگس جان گفتن به اضافه مردم عزیز کشورم براتون آرزو میکنم که یکی از بهترین سالها رو داشته باشید. آرزو میکنم که قطار زندگیتون روی ریل‌های خوشی و خوشبختی و موفقیت پیش بره و از همه مهمتر هنوز آخر سال نشده تمام چک لیست آرزوها و خواستهاتون تیک بخوره و تک تکشون براتون خاطره بشه ان شاءالله. از طرف برنامه چند قدم با خداحافظی میکنم باهاتون. ایام بکام باشه، هر روزتون نوروز و نوروزتون پیروز. مرسی. با عزتون برای این آهنگ میخوام از میلاد خواهش بکنم که آریان جاشو بده به میلاد جان، زودی در خدمتتون باشه. بفرمایید. خب این همون آهنگ نیایش قولی بارلاها که بحث کردم شده شد. این آهنگ خیلی دوست دارم و همیشه وقتی میخونمش تقریبش میکنم و همسرم، چون خیلی ایشون این آهنگ دوست دارم و خب الان مثل حال هم هست در این زمانه پر از نامهربانی. این آهنگ خیلی میچسبه. یه بار دیگه میگم بارلاها از تو میخواهم که بگشایی در بارلاها از تو میخواهم که بگشای در لطف و صفا را. از تو میخواهم، از تو میخواهم ببخشای گناه مردم صاحب خطا را. مگر من چه کردم که دنیای دردم در این واپسین شام هستی خدایا گواهی نکردم گناهی به جز ذکر یک تو پرستی. ز
روی تمنا در بسته بگشا خدایا. اگر دیدی از ما خطایی خدایا ببخشا. به غربت غم و درد تنهایی گسسته همه تار و پودم. نمانده اگر صبح فردای به این تیر شام وجودم. خدایا چرا بازی سرنوشت چون این روزگاری به پایم نوشت. من خاکی از خاک مینو سرشت رسیدم به دوزخ به جای بهشت. خدایا عزیزم رهایم کن تو صبر الهی عطایم کن. خدایا عزیزم رهایم کن تو صبر الهی عطایم کن. بار ناها از تو میخواهم که بگشایی در لطف و صفا را. از تو میخواهم ببخشایی گناه مردم صاحب خطا را. مگر من چه کردم که دنیای دردم در این واپسین شام هستی. خدایا گواهی نگردم گناهی به جز ذکر یک تا پرستی. خب دوستان عزیز، بینندگان نازنین که با چشمان مهربونتون تا این لحظه ما رو تماشا کردین، برنامه نوروزی ما رو، ویژه برنامه چند قدم با، دوست دارم این نوید رو بهتون بدم که در سال 1404 ما پرقدرت‌تر از قبل در خدمتتون هستیم. فکر میکنم تا این لحظه که این برنامه پخش میشه 2 قسمت از برنامه چند قدم با رو تماشا کردین. قسمت‌های خیلی هیجان انگیز و مفید و جذابی ضبط شده که به زودی در اختیارتون قرار داده میشه و پخش میشه از شبکه‌های جهانی جم و همینطور در تلاش هستیم که هر روز چند قدم با رو بیشتر رشدش بدیم و بتونیم یک برنامه برای شما مهیا کنیم و بسازیم که از دیدنش لذت ببرید و بتونید لحظات سرگرم کننده ای رو داشته باشید. هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز.